انسانشناس شناختی و روانشناس تکاملی پاسکال بویر موجودات فراتبیعی رو اینطوری تعریف میکنه. میگه موجودات فراتبیعی همون موجودات طبیعی هستن که معمولاً یک یا چند تا ویژگی عجیب دارن. شاید این تعریف خیلی واضح به نظر برسه یا حتی همانگویی یا توتولوژی باشه. ولی اینطوری نیست. بویر میگه ذهن ما برای تخیل ساخته شده. از جمله تخیل ماورالطبیعه. از ارواح گرفته تا حیوانات سخنگو، مغز ما عاشق خلق و باور داستان‌های ماورالطبیعیه که معمولاً قوانین طبیعت رو به چالش میکشن. اما این خلاقیت‌ها بی هدف و شانسی نیستن. یه موجود خیالی مثل درخت سخنگو رو اگه تصور کنیم، نمیشه که درخت سخن بگه ولی قصدی نداشته باشه از سخناش. پس قصد داشتن رو بهش نسبت میده. بعد نمیشه که حرف بزنه ولی نشنوه. پس شنیدن هم بهش نسبت میده. بعد نمیشه که حرف بزنه ولی تصوری از مخاطبش نداشته باشه. دست کم باید زبانش رو انتخاب کنه دیگه. پس باید فهمی از مخاطبش هم داشته باشه. یعنی باید بتونه ذهن خوانی هم بکنه. اینا ویژگی‌هایی هستن که ما برای موجودات طبیعی مثل انسان به طور پیش‌فرض در نظر میگیریم. مغز ما بدون اینکه کنترلی روش داشته باشیم این محاسبات رو داره مدام انجام میده. هر کدوم از این محاسبات رو هم جداگونه انجام میده. مثلا اگه یه جایی توی مغز مثل تمپورال پریتال جانکشن یا پوستریور سینگولیت کورتکس آسیب ببینه، دیگه نمیتونیم ذهن خوانی کنیم. یا ناحیه بروکا اگه آسیب ببینه دیگه نمیتونیم حرف بزنیم. یا اگه ورنیکه آسیب ببینه میتونیم حرف بزنیم ولی حرفامون بی‌معنی میشه. ما همه این ویژگی‌های پیچیده رو پیش‌فرض می‌گیریم. انگار اون درخت سخنگو یه موجود فراتبیعی نیست، بلکه یه انسان کاملا طبیعیه که یه ویژگی فراتبیعی داره و اون اینه که شکل درخته. ما آدم‌ها همه جور موجود فراتبیعی رو هم باور نمی‌کنیم. فقط موجوداتی رو باور می‌کنیم که یه کاری انجام بدن. حالا چه کار خوب، چه کار بد. مثلا یونانی‌های قدیم آرس خدای جنگ رو برای کمک کردن تو جنگ‌ها صدا می‌زدن. برای اینکه آرس بهشون کمک کنه باید یادش باشه که همین مردم پارسال نصف دامهاشون رو براش قربانی کردن مثلا. یعنی باید حافظه داشته باشه. تو ما انسان ها یه فرایند پیچیده توی دورسولاترال پریفرونتال کورتکس یا قشر خلفی جانبی پیشانی مغز حافظه کوتاه مدت رو ایجاد میکنه. فرایند متفاوتی که توی شبکه‌های دیگه مغز که شامل هیپوکامپ هست اتفاق میفته حافظه بلند مدت رو ایجاد میکنه. بعد این حافظه بلند مدت دوباره طی فرآیندهای دیگه تو جاهای دیگه مغز تبدیل به حافظه های اخباری و مهارتی و اپیزودیک میشن. همه اینا جاهای فیزیکی تو مغز داره. مثلا توی نوع خاصی از بیماری دمانس که بهش میگن آلزایمر، اول حافظه کوتاه مدت آسیب میبینه که مربوط به یه بخش خاصی از هیپوکامپ هست. بهش میگن کرونو آمونیسوان یا CA1. اما حافظه رویه‌ای یا مهارتی یا پروسیجرال مموری مربوط به هسته‌های قاعده‌ای و قشر پیش حرکتی میشه. به خاطر همین بیمار آلزایمری اگه یه مهارتی مثل پیانو زدن رو بلد باشه، حتی وقتی بیماریش پیشرفته هم باشه پیانو زدن رو یادش نمیره. نکته اینجاست که ما تو زندگی روزمره به این چیزا فکر نمی‌کنیم. برای ما خیلی مهم نیست که بقال سر کوچه طلب حساب ما رو توی حافظه اخباری بلند مدتش داره، ولی مثلا سلمونی و آرایشگر از حافظه مهارتی و پروسیجرالشون استفاده میکنن. ما به طور طبیعی و شهودی میدونیم که بقال سر کوچه یادشه چقدر بدهکاریم بهش. همین جنگجوی یونان باستان هم در مورد آرس همین حسو داره، بدون اینکه هیچ کدوم از این فرآیندهای مرزی رو توش سراغ داشته باشه. یعنی پیش‌فرضش اینه که آرس هم مثل بقیه آدما موجود طبیعیه ولی فقط یکی دو تا ویژگی غیر طبیعی داره. مثلا اینکه تو جنگ میتونه کمک کنه، دیده نمیشه و اینجور چیزا. الان منظور بویر از تعریف به ظاهر همانگوییش مشخص‌تر میشه. بویر گفت که موجودات فراتبیعی همون موجودات طبیعی هستن که معمولاً یک یا چند تا ویژگی عجیب دارن. اما چرا این موجودات فراتبیعی رو باورشون میکنیم؟ مغز ما یه ویژگی دیگه هم داره. اونم اینه که ترکیباتی که limited counterintuitive materials داشته باشن، یعنی به اندازه محدودی خرق عادت یا ویژگی‌های ضد شهودی داشته باشن، بیشتر تو حافظمون میمونن. مثلا فیلم چارشگفت‌انگیز رو اگه دیده باشین، هر کدوم از این چارتا یه ویژگی خارق‌العاده دارن. مثلا یکی چشش لیزریه، یکی کش میاد بدنش، یکی خیلی قویه. چرا همه این ویژگی ها رو به یه نفر نسبت ندادن تو داستان؟
چون اون محدودیت هست که جذابش میکنه. موجودی که تو همه چیز نامحدود باشه درک و فهمش برای آدما سخته، به خاطر همین جذابیتی نداره و تو خاطرمون نمیمونه. برای همین مثلا خدای ادیان ابراهیمی رو محدود میکنیم تا بتونیم بفهمیمش. اما چرا جذابن؟ چون ضد شهودی هن. تو آزمایش‌های کودکان دیدیم دیگه، وقتی به نوزاد یه دیوار سخت نشون میدیم که یه توپ بهش برخورد میکنه، توجه خاصی نمیکنه، چون مطابق شهودشه. یعنی هر موقع که یه توپی به یه هر موقع که یه جسم سفت به یه جسم سفت دیگه برخورد کرده، دیده که از این یکی از اون یکی رد نمیشه، یعنی مطابق شهودشه این چیزی که میبینه. ولی اگه توپ از دیوار رد بشه، حالا با حقه های کامپیوتری یا حقه های دیگه، نوزاد با دقت خیلی زیاد و مدت طولانی تر بهش نگاه میکنه. آدم بزرگ هم به طریق اولا، چون به هر حال آدم بزرگ شهودش خیلی قوی تر از نوزاد هست. یعنی اگه نوزاد مثلا 500 بار دیده باشه که یه جسم سخت به یه جسم سخت دیگه برخورد کرده و ازش رد نشده، آدم بزرگ مثلا 5 میلیون بار دیده. آدم بزرگ هم به همین دلیل چیزایی که ضد شهودش باشن رو بیشتر بهشون توجه میکنه و اینطوری بیشتر تو حافظش میمونه. تمایل بیشتری هم برای انتقالش به دیگران داره. چرا این رو توی یه جای دیگه توضیح میدم. چیزی که باعث میشه یه درخت سخنگو یا توپی که از دیوار رد میشه توجه ها رو به خودش جلب کنه، درک صریح ما در مورد چیزای طبیعی و فراطبیعی نیست. در واقع با یه حقه کوچیک و محدود، لیمیتد، که دستگاه شناختیمون رو به چالش بکشه و انتظارات شهودیمون که خیلی هم ریشه دار هستن در مورد اشیاء فیزیکی و موجودات زنده رو برآورده نکنه، کافیه تا یه موجود فراطبیعی خلق بشه، باورش کنیم، در موردش حرف بزنیم و چه بسا برای رضایتشون کارهای خطرناک واقعی بکنیم.